بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال عزیز، پسران و دختران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ویدیو قبلی حروف که دو تا زبر یا ضمه، دو تا زیر یا کسره، دو تا پیش یا فتحه تلفظ را برایتان آموزش دادم. امیدوارم بار بار تکرار بخوانید تا یاد بگیرید. حالا در این قسمت دوم درس ششم تنوین را آموزش میدم. توجه کنید. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نون، نن نن نون. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لون، لن لین لون. داد دو زبر دن، داد دو زیر دن، داد دو پیش دون، دان دین دون. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شون، شن شین شون. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جون، جن جین جون. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کین کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قین قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خین خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غین غن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حین حن. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عین عن. ها دو زبر حن، ها دو زیر هن، ها دو پیش هن، هن هن هن. همزه دو زبر ان، همزه دو زیر ان، همزه دو پیش ان، ها ان ان ان. امیدوارم در بار دوم تکرار مرا همراهی کنید. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نون، نن نین نون. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لون، لن لین لون. داد دو زبر دن، داد دو زیر دن، داد دو پیش دون، دان دین دون. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شون، شن شین شون. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جون، جن جین جون. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کین کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قین قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خین خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غین غن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن،
حن حین حن. عین، عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن. عن عین عن. ها دو زبر هن، ها دو زیر هن، ها دو پیش هن. هن هن هن. همزه دو زبر ان، همزه دو زیر ان، همزه دو پیش اون. ان این اون. امیدوارم که بار بار تکرار بخوانید تا یاد بگیرید. خداحافظتان.